الله ذوالجلال و الاکرام در قرآن عظیم شان تأکید می‌فرماید مر خدا راست ملک آسمان ها و زمین ها، خالق رازق آفرنده و صاحب آسمان ها و زمین ها پروردگار است. یخلق ما یشاء، هر چی بخواه خلق میکنه، هر کسی را بخواه به دنیا میاره، همه بر رضایت و مشیت پروردگار وابسته است. حقیقتا اگر خداوند بزرگ این نعمتها را که فراهم نمی آورد، شاید مردم کره زمین از درستگی را میمردند. ببینه که مخلوق همه آفره با رزق روزیش هم مهیا میکنه. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، به هر کسی که الله ذوالجلال بخواه دختر میته، به هر کسی اگر بخواه پسر میته، یعنی فرزندی نرینه میته. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، بعضی ها را خدای تعالی هم پسر میته و هم دختر میته، از حد نعمت بهره‌ور میگردونه. و یجعل من یشاء عقیما، اما بعضی از بنده هاش عقیم گردانده است که از اونها فرزند نمیشود. پس وقتی که فرزند به دنیا اومد، بدون که این هدیه پروردگار است نسبت تو، به قدر این نعمت پروردگار برست و ایلو فرد در پیش پروردگار سوال و جواب کرده میشه، مسئول است. الله اکبر. این همیه که الحمدلله ما و شما جمع اومدیم، نوش نعمت در رزم و فراهم آوردیم، با خوشی و خرسندی صاحب درک‌های این فرزند مهمانا را پذیرایی میکنند، گسیل میکنند. با تولد این فرزند اینقدر خشنود و راضی میشوند. همین هدیه پروردگار است و الحمدلله قاسم جان برادر ما همراه اهل خاندانش شکرگزاری همین نعمت بزرگ پروردگار را انجام داده است که ما و شما را دعوت کرده است. محفل عقیقه را که سنت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است در اینجا برگزار کرده ایستاده است. خوشا بخوابش. همه باید که حق شناس باشیم، قدر شناس باشیم و قدر این نعمت پروردگار برسیم. خصوصا وقتی که پسرت میته، شکرگزاری پسر بیشتر از زاییتر است. در دنیا اگر 2 میلیارد مسلمان زندگی میکرده باشه، عائله اسلامی این است که آرزوی پسردار شدن نداشته باشد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه پسر در عائله اسلامی اگر تعلیم خوب اسلامی گرفت، اساکش پدر میشود در وقت پیرانسالی، آبروی پدر را میبرداره، افتخار پدر بشود. بعد وفات همین فرزند سببگار نجات پدر میشود، سببگار به گلشن مبدل شدن قبر پدر میشود. توسط عملهای فرزند صالح عمل پدر که از دنیا گذشته است منقطع نمیشود. و همین خاطر فرزند نرینه را بیشتر و زیادتر طلب دارند مسلمانان. با شکرگزاری فرزند نرینه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که 2 گوسپند بکشید. عن الغلام شاتان و عن الجاریه شاه. حضرت گفت که برای پسرچه 2 گوسپند است، برای دخترک 1 تا. ولا یضرک اذکرانا کن ام اناثا، ضرر نداره، نر است ماده است هر چیزی که باشه، اگر همون گوسپند باشه انشالله از عهدش میبره. ببینید برای پسر 2 تا گفته است. خدا را شکر در این خاندان پسر به دنیا آمده است. پسرچه هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست. جذب جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند باشد نام مرد. دست تو گیرد اگر افتیز پای، پای تو باشد اگر مانی بجای. دشمنت را شیوه از وی شیون است، خاصه گویی بحر قهر دشمن است. حضرت صلی الله علیه و سلم 4 دختر داشتند. اگه 2 پسرک دیگر هم داشتند در خردسالی از دنیا گذشته بودند در زمانهایی که حضرت با پیامبری مبعوث نشده بود. همین 6 فرزند
از دامان پاک بیبی خدیجه به دنیا آمده است. پسرها قاسم و عبدالله را طیب و طاهر هم میگفتند. دخترها 4 نفر بودند: زینب، رقیه، ام کلثوم و بیبی فاطمه. 2 پسرچه در 1.5 سالگی از دنیا گذشته بودند در همون زمان قبل از بعثت به پیامبری. اما دخترها بزرگ شدند. حضرت دخترها را شوهر داد. گمان میکنم که قصه شوهر کردن دخترهای پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی ما و شما پوشیده نیست. حضرت وقتی که به مدینه منوره آمدند، در مدینه منوره در سال 7 هجری با حکام زمان مکتوب نوشتند و به اسلام دعوتشان کردند. از جمله به حاکم مصر مقوقس نام شخصی که از همه قبطی های مصر بود، نصرانی بود. حضرت مکتوب نوشت و به اسلام دعوتش کرد. مقوقس بسیار آدم زیرک و با عقل بود. اگر چند اسلام نپذیرفت، اما فرستاده پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار به خوبی و خوشی قبول کرد، عذر آوری کرد و چند هدیه همراهش برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد. در میان اما هدیه هایی که مقوقس برای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده است، از جمله یک کنیزه که بود با نام موریه، اصلش قبطی است. قبطی ها مردم تهجایی مصر. همین موریه قبطیه به هدیه به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شد. حضرت کنیزه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و خداوند از دامان موریه قبطیه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک پسرک را به دنیا آورد. حضرت چنان شاد و خرسند شد با تولد همون کودک. تصور کنید پیامبری که الحمدلله فرزنددار بود، نویره‌دار بود، اما پسر که نداشت، وقتی پسر تولد شد چنان خرسندی میکرد. میگه همون کودک که در آغوشش میگرفته است. در بیرون میگه با حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر مراجعت میکرد: ابوبکر پسرچه مرا دیدی؟ عمر پسری مرا دیدی؟ بوسش میکرد، میبویدش، بینی هویت دوستش میداشت. و فرزندشم ابراهیم نام کرده بود. همین فرزند خورده پیامبر صلی الله علیه و سلم نامش ابراهیم است. با پیروی از جد اعلامون، پدرمون، پدر ملت موحد حضرت ابراهیم خلیل، نام هم فرزنده که ابراهیم مانده است. اگر قدرت خدای تعالی تقدیر همون کودک همین به دست کودک در 18 ماهگی، یعنی در 1.5 سالگی بیمار شد. بسیار افگار شده بود، پژمرده شده بود. حضرت زور میگریست در پیش پروردگار: خدایا من پسری نرینه ندارم، پروردگار همین فرزندک من برام نگه بدار و حفظ کن. اما این عجل به کسی کار نداره. آخی عجل پروای سیم زر ندارد، عجل پروای پیغمبر ندارد. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خداوند برای هر یک شخص یک مقدار معین امر تعیین کرده است، اجلش مقدر کرده است و همون ساعت که اومد دیگر لحظه اینا تعجیل کرده بشه و اون تأخیر. اگر چند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حبیب الله است، اما حکم خدا همی است. حکم خدا تغییر نمیکنه. و همون طفلک از دنیا رفت. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم وقتی اومد جوسه بیجان ابراهیم وقتی در دستش دادن، گریه بوش کشید، بوسش کرد، گریان شد، آگاه دیدش جاری شد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی در پهلوش به دست گفت: یا رسول الله ترام گریه میکنی؟ این کودک نابالغ است، یک گنجش که ای گنجشگاه جنت ای انشالله راست جواری رحمت خدا میره و جنت اعلا میره و برای گریه میگیری. حضرت گفت: یا ابن عوف اینها رحمه. ای پسر عوف گفت: آخی آب دیده رحمت است، رحمت خدا است. این العین تدمع والقلب یحترق. حقیقتا وقتی که دل سوخت
از دیده بخوی نخوی آب راول می شود، جوری می شود. نشکسته دل ز هجر کی از دیده خون رود، از شیشه تا درست بود باده چون رود. اما من گفت هرگز سخنی را نمیگم که مورد غضب پروردگار قرار بگیره. نمیگم برای چی گرفتیش؟ جانی من نگرفتی؟ کودکک بود می ایستاد. پیغمبر خدا است که خدا را از همه بیشتر خوبتر میشناسه. ایرا ببینه. اما حضرت به حد محزون بود که چند روز در اما حزن اندوه بود. و برای پسر به نهایت عزیز می شود، پسر به نهایت شیرین می شود. و همین نعمت وقت خدای طول برام داد باید قدرشناسیش کنیم، قدردانیش کنیم. قبل از همه وقتی که کودک تولد شد در گوش کودک مسلمان باید اذان بگیم. انشالله این خاندان مردم آگاه و ورزیده هستند. حالا که اذان گفتگی هم همچنین قاسم جان ماشاءالله هنوز در رودم اذان در گوشش گفتیم. مسلمان در گوشش باید اذان بگن کودک زنده تولد شود. خب دیگر از عملهایی که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمیده است برای همون کودک